درود. آقا یه کانالی هست توی تلگرام، کانال دیجیت صرافی، نمیدونم همستر و کانال ارز دیجیتال و نمیدونم سیگنال و از اینجور حرفا. ببینین 400,000 نفرم تا الان فالوور داره، سابسکرایبر داره. ولی این میاد چیکار میکنه؟ ارز دیجیتال تقلبی و قلابی معرفی میکنه. اصلا این قیافه طرف هم اینه، حالا نمیدونم خودشه یا کسی دیگه. خب دیگه ببینین میاد ارزای معرفی میکنه که همشون کلاهبرداری. مثلا اومده الان یه ارزی معرفی کرده به نام پس. بکنین من این میخوام روش رو بهتون یاد بدم که دیگه کلاه سرتون نره، چون کلاه خیلی ها برداشته. ببینین این هر ارزی رو که بهتون تو هر کانالی که معرفی کردن یه کانترکت ادرس داره. میبینین اینجا خودش نوشته کانترکت ادرس. اینجا میان چیکار میکنین؟ رو کانترکت ادرسش که این نوشته باشه کلیک میکنین، خودش نگاه کنین کپی کرد. بعد میرین تو براوزرتون، مهم نیست براوزرتون چیه، اینی که من بهتون میگم، این سایتی که بهتون میگم رو سرچ میکنین DexTools DexTools.io. وقتی که این وارد این سایت میشه، این چه سایتیه؟ این سایتیه که تمام ارزهای دیجیتالی که تازه لیست شدن رو میاره تو همه بستر BNB سولانا ماتیک هرچی باشه میاره. شما بعد چه کار میکنین؟ میان تو این قسمت ذره بینش، میبینین تو اینجا کلیک میکنین و اون کانترکت ادرس رو این قسمت بالا پیست میکنین. خیلی راحت این خودش ارز رو میاره. میبینین ارز رو الان آورد. روی کلیک میکنین رو ارز. ببینین شما به هیچ چیز دیگه دقت نکنین، فقط به این چیزی که من دارم میگم دقت کنین. اینجا میبینین این گوشه 3 تا اخطار داده بهتون، رو همین کلیک میکنین. وقتی کلیک کردین نگاه کنین این تمام جزئیات ارز رو میاره. اولین چیزی که گفته کانترکتش ورفای نیست، حالا شما اونو ولش کنین. ولی تنها چیزی که الان خیلی مهمه این قسمت دومیه، هانی پات. هانی پات چیه؟ هانی پات یعنی این که شما ارزی رو که بخرین دیگه نمیتونین بفروشین. دلایل مختلفی داره که الان توی این دلیلش سل تکسش الان بهتون نشون میدم. نگاه کنین نوشته هانی پات، بعد نوشته یس. ببینین اینجا نوشته یس. بعد توی سایت دیگه هم این سایتی که کانترکت رو ورفای میکنن آورده. توی سایت honeypot.is هم نگاه کنین نوشته یس. خب حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا میان یه کاری میکنن. مثلا این اومده الان اینجا سل تکس رو میبینین اینجا پایین، سل تکس رو کرده 100%. یعنی چی؟ یعنی شما اومدین ارز خریدین، وقتی که خریدین از $200 شد $1000. بعد خواستیم بفروشین ارزو، تمام اون پولتون ازتون مالیات میگیره، یعنی پولتون رو صفر میکنه. کلاهبرداری. ببینید شما تو سایت خود الان honeypot.is هم که برین تو این سایت کلیک کنین بعد برین نگاه خودش میاره اینو. نگاه کنین مثلا خودش اخطار داده، فیل شده. مثلا این چی نوشته؟ run the fuck away. اینقدر راحت میشه واقعا جلوگیری کرد. ولی خب خیلی ها نمیدونن. اصلا ببینین من از اون موقعی که ارز رو لیست کرده نگاه کنین چند نفر اومدن خرید کردن. یکی 420 نفر، یعنی $420 اومده خرید کرده. یکی دیگه $250، یکی دیگه $160، $250، $170. ببینین اینا کلن یه آدم مثلا ببینین بنده خدا حالا نمیدونم خودش بوده، بعد من کیف پولشو بررسی کنم. $1000 خریدین، $255، این $821. از اون موقع کلاه خیلی ها رو برداشته. ولی خب سعی کنین مواظب خودتون باشه، مواظب پولتون باشه، مخصوصا تو این دور زمانه‌ای که بدبختی ما داریم پول به دست میاریم. اینجوری لطفا از دستش ندین و گول نخورین. آقا هر کی اومد گفت نمیدونم 50,000% سود میکنی، 10,000% سود میکنی، نمیدونم انقدر اینه، بهتون دروغ میگه. اصلا نگاه کن چی نوشته نشه 4 سال پیش کسی بهت نگفت دوج کوین بخری، ایراد نداره. از اینجور چرندیات لطفا همین یه کار ساده رو بکنین، کانترکتش رو ورفای کنین. من خودتون نگاه کنین، بهتون یاد دادم که ببینین هانی پات هست یا نه. همینو ببینین. این خیلی از مشکلات کلاهبرداری رو جلوگیری میکنه. ممنون ازتون.